صحه آسمانی کو؟ یه صدایی از آسمان میاد که همه مردم دنیا میشنون. کو این صدای کجا آمده؟ یه صدا میاد از آسمون. همه آسمون یعنی چی؟ قرآن رو از آسمان فرستادیم یعنی چی؟ بعد از آسمون کی قرار صدا بزنه؟ جبرئیلی که بر پیغمبر وحی میفرستاد. کجا؟ چجوری؟ ندا زده میشه. ندا یعنی چیزی که در ملکوت میشنوند. پشت سرش هم میفهمد که ابلیس هم صیحه میزنه بر علیه جبرئیل، بر علیه قائم. چرا جبرئیل از آسمان؟ چون از ملکوته. یعنی یه دعوت آسمانی، ملکوتی، غیبی. یعنی ایمان به غیب، یعنی ایمان به رؤیا، ایمان به وحی، ایمان به روایات اهل بیت. صدا مادی نیست. میدونی چرا؟ چون مثلا در روایت داریم که کر مادرزاد هم میشنوه. هر قومی به زبان خودشون میشنون. ندای آسمانی، صیحه آسمانی همون صدایی است که اهل ملکوت در ملکوت میشنون. این با تصور کارتونی آقای رائفی پور سازگار نیست.